جمشید اوجی مربی هادی چوپان بود. بچه‌های باشگاه میگفتن تو باشگاه از کنار هر کی رد میشه میگه ماشاءالله پا بیشتر کار کن پسر، پا کار کن. یه بار ازش پرسیدم جمشید خان چرا همش اصرار داری پا کار کنن؟ چرا پاهاشون باید قوی تر باشه؟ جواب داد خیلی مهمه پاهات قوی باشه، بتونی پای حرفت وایسی، پای قولت، پای عشقت، پای هر کاری که کردی، پای رفیق و رفاقتت، پای مشکلات زندگیت. مهمه که پاهات قوی باشه که هر جایی و به هر کسی پا ندی. هر کی هم بهت پا داد پاهات زود شل نشه. پاهات قوی باشه تا وقتی سنت بالا رفت بتونی پا به پای بچت قدم برداری. اگه یه وقت خدای نکرده قلبت مریض باشه با پای سالم درمانش میکنی، ولی اگه پاهات ایراد پیدا کنه فاتحه قلبت هم خونده است. بعدم با یه لبخند میگفت البته منظور من فقط پا نیستا، منظورم پایه است، ریشه، ذات. رفیق از این به بعد عاشق هیکل هر کی شدی ببین پاهاشم قوی هست یا نه. البته منظور منم پا نیستا، منظور من ذاته، ذات.